یک قصه هست زمان حضرت موسی، بسیار قصه زیبا هست. حضرت موسی علیه السلام باری در کوه طور از الله مهربان پرسان کرد: پروردگارا، بدترین بنده مرا نشان بده ببینم، بدترین بنده کی است؟ الله مهربان گفت: موسی، صبح بر وقت دهن دروازه شهر دویست، اولین شده کسی برآمد بدترین بنده من هست. حضرت موسی سحر بر وقت بعد از نماز پسی دروازه ایستادند، نگاه کردند که اولین شده کی میبراید؟ یک موسفید کهنسال ریشش سفید، یک جوان بچه در دستش از این شهر بیرون شد. حضرت موسی بسیار ذوق شد، گفت: عجبا، این موسفید ریش سفیدش قدی بدترین بنده خدا بوده است. این موی سفید کره نام سیاه از جای خدا میگفتند. حضرت موسی بسیار ذوق شد، این موی سفید بیچاره چی گناهی کرده باشد، چقدر گناهی داشته بوده است که بدترین بنده خدا بوده است. و رفت گفت: خدایا، بدترین بنده تا دیدم، بهترین بنده تا نشانم بده. بهترین بنده کی است؟ گو بگا بره همون دهن دروازه شهر بیست. اخیران شده کسی داخل شد، بهترین بنده من همون هست. میدونی کی آمد برادران عزیز؟ آخران همون موسفید با همون پسر بچه. به عجبا، حضرت موسی الهی گفتم بدترین نشان بوده امیر نشان دادی، بهترین نشان بوده همین انسان نشان دادی. حکمت چیست؟ حکمت در کجا هست؟ چرا این هم بدترین شده هم بهترین؟ الله مهربان گفت: موسی، میدانی ماجرا چیست؟ گفت: الهی ماجرا رو تو میدانی. گفت: سحر بدترین پرسیدی، بدترین بنده من همین بود، از همون گناه زیاد داشتگی همین بود در روی زمین، هیچ کس برابر به این گناه نداشت. اما شاید گناه من شما از اون بیشتر شد. در راه برآمد، پسر بچه‌ای در دستش دیدی؟ گفت: بله دیدی. گفت: ای شهر بیرون شدن همین پسر بچه به این پدر سوال داد. گفت: پدر. گفت: لبیک. سوال دارم. چی سوال داری؟ این کوه‌ها را خدا این قدر بزرگ خلق کرده است، این قدر سر به فلک هستند کوه‌های بزرگ، آیا خدا از این کوه‌ها کرده مخلوق کلانتر داره؟ گفت: بله داره. گفت: چی است؟ گفت: این آفتاب و ماهتاب میبینی، اینها بسیار از کوه کلانتر هستند. گفت: پدر جان. از آفتاب و ماهتاب مخلوق کلانتر، اشیای کلانتر هست، چیزی کلانتر هست؟ گفت: بله. گفت: چی هست؟ گفت: این آسمان میبینی بیکنار است، آفتاب و ماهتاب هم در داخل این مثل یک حلقه هست. گفت: پدر. گفت: سوال دیگر. گفت: چی می‌پرسی فرزند؟ پسرش از راه می‌رود. گفت: از آسمان ها و زمین، این آسمان و زمین این قدر کلان است، از آسمان ها و زمین چیزی کلانتر هست؟ گفت: بله هست. اون پدر گریان شد. گفت: چی هست پدر جان؟ گفت: گناه اینمی پدر گناهکاری و سیاه و عاصی، گناه اینمی از همه بیشتر هست. آسمان و زمین هم دیگر تنگ است در گناهی پدر. گناهی موسفیدی ریش سفید قطی، گناهش از آسمان و زمین هم وزبینتر و کلانتر شده است. گفت: پدر. پسر بچه هم ازمه. گفت: پدر جان. گفت: لبیک پسر. گفت: خدای بزرگ آیا از گناه پدر من چیزی کلانتر داره؟ گفت: بله داره. گفت: چی است؟
اون رحمت مغفرت پروردگار بزرگ است که گناه پدرت هم در نزد او چیزی نمیتونه. گناه پدرت از آسمان و زمین کلانتر هست، اما در پیش رحمت الهی هیچ چیزی نیست. خدا بخواه اگر به قطره این همه گناه را از بین میبرد. به یک توبه رود 100 ساله عصیان، بشوید جرم تو را بحر افران. او سفید این سخن گفت، گریان شد، از چشماش آب رفت. خدای مهربان این قدر این سخن خوش آمد، این قدر این سخن خوشش آمد، گفت همه گناه 70 ساله این سفید بخشیدم. همه 70 ساله گناه کرده این سفید بخشیدم. صبح بدترین انسان از خانش بیرون شد، بیگاه بهترین انسان داخل خانش. بهترین انسان. خدای مهربان از ما و شما چنین میخواهد که ما بهترین انسان باشیم. بگیم الهی ما گناه داریم، گناه تو گفتی بیار ببخش. من گناه را پیشنهاد میکنم، چیز دیگر نگردم. بگیر گناه ها و در عوضی برام ثواب بدی. توبه آوردم، استغفار آوردم، چیز دیگر ندارم. این شبهای ماه مبارک رمضان بهر این از برادران عزیز آه ناله بزنیم و درگاه الهی و عرش الهی ناله بزنیم که خدایا ما گناهکاران